سلام و هزار تبریک به همه شما هموطنان عزیز. هر روزتون نوروز و نوروزتون پیروز. در خدمت شما هستیم با یک گفتگوی نوروزی و در کنار یکی از هموطنان عزیزمون آقای جواد کیانخواه از دوستان بسیار خوب که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن تا در این روزهای عید در خدمتشون باشیم و گل بگیم و گل بشنویم. خیلی خوش آمدید. عید شما مبارک و 100 سال به از این سالها. من هم خدمت شما مهران عزیز سلام دارم و امیدوارم که در سال جدید در کارهاتون موفق باشین و همچنین بینندگان عزیزتون در سراسر دنیا زنده باشین. خیلی متشکریم از شما. ما هم برای شما سالی پر از موفقیت آرزو میکنیم. اما عرض کنم خدمت شما که ما سوالات زیادی داریم از شما، اما برای اینکه بینندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن در همین شروع لطف کنید بفرمایید که اهل کدوم شهر هستین و کمی از حال و هوای نوروز در شهرتون بگین برام. از شما چه پنهون که من اهل تهران هستم، میدان خراسان. زنده باد، چقدر عالی. یکی از محله های اصیل و قدیمی تهران، میدان خراسان. خب بفرمایید که عید و اون سالهای کودکی، چون عید زمان کودکی هم یه حال و هوای دیگه ای داره دیگه. حتما. بله. چطور بود در محلتون، همسایه ها، خانواده‌تون؟ والا تا اونجایی که من یادم میاد مهران جان، اون زمان چون ما بچه بودیم نزدیک سال تحویل که میشد ما لباسای نومون رو میپوشیدیم و سر سفره هفسین میشستیم و خلاصه تو سفره هفسین هم که خودتون بهتر میدونید و سمنو و سیر و بعد اسکناس های تا نخورده ای که دارم صحبت میکنم. خب برم تو چی نمیتونه خب قیمت میکنم، شقت میکنم، نمیتونه حرفی بزنه که دست بر میگم عجب داستانی داریم ما. یا کنار آقا ببخشید دوستان این سر صدا چیه وسط ضبط؟ بگم ول کن میذارم قیمت میکنم. نه دست بر کن، صحبتی نداریم ما. سلام علیکم. حشمت خود چیکار میکنی اینجا استودیو رو گوشی رو سرت؟ حشمت عمو عمو بابا چه حشمت عمو بیا بغلم چقدر ماشاءالله خیلی مخلصتم. او دلم واسه یه ریزه شده بود. حشمت جون بذار ببینم خودتی. فدات شم، خیلی ممنون. عمو تقی چه خبر؟ عمو تقی خوبه؟ عمو تقی بابا عمو تقی پارسال مرد. بابا ما اصلا سابقه نداشت بمیره. خدا بیامرزه، خدا رحمتشون کنه. فقط ببخشید شما هم دیگه رو میشناسین؟ میشیم بینیم بابا. وقتی دوتا خاور دارن صحبت میکنن یه پراید همینجوری لک و لک نمیپره وسط بوق 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 دیق دیق دیق. حشمت جون درسته طرز حرف زدن نی آقای صمیمیه. آقای صمیمی کیه؟ تو خودت گوشه آقای صمیمی؟ بابا همون مهران فیتین است که تو محله آبشور لاستیک میگرفت دستش با چوب لک و تلک تو خیابون راه میرفت. باشه حشمت خان بابا، باشه آبروی ما رو بردی جلوی دوربین. بابا ببین من واقعا معذرت میخوام، ما الان گفتگویی داشتیم، وسط گفتگویی بودیم با آقای کیانخواه. اگه اجازه بدی این گفتگو ضبط ما تموم بشه، بعد که ضبطمون تموم شد ببینیم داستان چی. آخه من واقعا معذرت میخوام از شما از این وقفه‌ای که پیش اومد. بابا آقای کیانخواه کیه؟ آخه این عمو جواد منه. عجب داستانی داریم ما. بابا عمو جواد من بود و یه بازارچه نه بابا صدای دونهای تسبیحش. بابا عمو جواد من بود که وقتی میخواست بره تو گود و زورخونه یه ربع زودتر سیبیلاش رسیده بود جون تو. بابا هیچ جرثقیلی تو دنیا نتونست آب کلاه ابروشو بکشه پایین. بابا عمو جواد منه که وقتی اسمش میومد هرچی نامرد و نالیتی بود میرفت رو ویبره. آخه عمو جواد چی شد اون جلال و شکوه و عظمت؟ آخه چه بلایی سر خودت آوردی قربون شکله؟ آخه حشمت خان این چه طرز صحبت کردن عزیز من. بابا تو چرا از آرامش و متانت آقای کیانخواه سوء استفاده میکنی؟ فکر میکنی همه مثل مهران صمیمیان که هر چی گفتی بهت بخندن؟ من واقعا از بابت گستاخی‌هایشون معذرت میخوام از شما آقای کیانخواه. مهران عزیز گستاخی نیست، واقعیته. من عمو حشمتم. شوخی نکنی. بابا عمو جواد چه بلایی سر خودت آوردی؟ چی شد اون کت مشکی؟ چی شد اون تسبیح شاه مقصودت؟ چی شد اون دستمال یزدی؟ بابا ما دیوونه صدای کفش پاشنه به خوابت بودیم. چی شد که وقتی زیر گذر لوتی ساله چهچهه میزدی با اون انجره طلاهی که از خونتون بیاین بیرون ای آدمای خوشبخت شما که مست و سرخوشین به جام وقت و اقبال. حشمت یه چیزی رو بهت میگم گوش کن. دوره عوض شده.
الان دوره ادمین و اینترنت، تلگرام، تابلته. بابا رمضون یخی قمشو گذاشت فروخ، کروات جاش گره. نگو عمو. اما این حرفا واقعیت عمو. خودت هم باید همراه جماعت کنی دیگه. گذشت. دنیا هم که خوبیاشو گذاشته بالای کابینت، ما هم که قدمون کوتاست دستش بهش برسه. احسنت. ببین چقدر قشنگه بابا کیانخواه. ببین عزیز من الان خودم ادمین کانال تلگرامم. پیشنهاد میکنم اونجا که شما هم چهرت خیلی استیکر خوره، خوش زبونم هستی، بیای با هم دیگه اینجا با هم قشنگ پست بذاریم، کار کنیم، بریم بتره کنیم تو دنیای مجازی. ببین ادوین جان احترامت واجبه، ولی با من صحبت پست رو نکن که هیچ خوش ندارم. قربون شکلت برم. آخه کی تو این دنیا واسه ما یه نوع خود لایک رو کرد که من واسهش خروار استیکر رو کنم؟ بابا همه گروه ها واسه ما شدن فریب و درویی. قربون شکلت برم. تو پی وی هر کی رفتیم ما رو بلاک کرد. عمرن اگه بذارم من این برنامه ضبط بشه هر ادمین و هر کی هستی از خود هستی. یعنی چی عزیز من؟ یعنی چی نمیذارن این برنامه ضبط بشه؟ آقا شما چی کاری که میخوای ضبط متوقف کنی؟ آقا این مملکت میگه قانون نداره. این چه صحبتی میفرمایید شما؟ حشمت این کارا درست نیست. آقای صمیمی من خواهش میکنم به من چند دقیقه فرصت بدین. من حتما ایشونو میارمش سر راه. اون با من یعنی میتونی واقعا میکنم. فقط شما خواهش میکنم چون برادرزادتون یه آگهی کوچیک پخش کنین. ما برگشتیم. یعنی چی کارش میکنی؟ من میدونم چون میشناسمش. اجازه بدید. من حالشو بگیرم. من صحبت میکنم با من. حشمت جان ما نداریم این بحث رو کرده. نه والله میام میبینم. سپردم دست عمود. سلام حشمت خان. الک. حشمت خان تحویل نمیگیری؟ سفارشت نداده بودم که بخوام تحویل بگیرم. آقای کیانخواه کوشن؟ عمو جواد تو میگی؟ بله عمو جواد. اوناناش. این کیه؟ آقای کیانخواه. من بعد به من میگه عمو جواد حالیته؟ آقای کیانخواه شما قرار بود برین حشمت خان رو راستوریز کنی. آقا خودت چرا این ریختی شدی؟ حشمتی زیادی رو حسابه. شخت بلا حواسش به حرف زدنش نیست. تو عمری مثل که باید یه حالی به حوالاتش بدی. امر سلطونه که فیل واسه یه فنجونه. آق مهران صمیمی هم که باشه واسه ما فسنجونه. ای بابا آقا ما اومدیم ابروی برنامه رو درست کنیم دادن چشم ما رو کور کردن. عجب داستانی شد. عمو جواد عمو جواد این دخمه آفتابش داره کمرنگ حال میده. جون تو بندازیم بریم یه تبالا بکنیم ببینیم مزنه هستی کیه. این کنجه تا چی کارش کنی؟ تو همینجا میکاریمش سال دیگه هلو میده دیگه. خب بکش کم دارم دمت که عمو جواد خیلی شما دلم وسط یه ریزه شده. شاکرتم غلام ملامتم. سیدنی کپک تو هستی به خاک سیاه نشستی. سیدنی کپک تو هستی به خاک سیاه نشستی. داریم میایم با داش جواد داغونت کنیم دو دستی. داریم میایم با داش جواد داغونت کنیم دو دستی. خدای ما میدونه دلامون از تو خونه. واسه چلوندن تو دیوونه این دیوونه. واسه چلوندن تو دیوونه این دیوونه. علی وافوری خیلی بیزوری
خیلی پیزوری زهرو تا ته سر کشیدی زدی کاسشم شکستی زهرو تا ته سر کشیدی زدی کاسشم شکستی سیب زمینی تو پهن رو زمینی همش تو کار موس موس با روسیه و چینی آره با داشت شباد میتازیم تا بیت تو میگازیم از تو نمیگذریم بدون ما کار تو میسازیم از تو نمیگذریم بدون ما کار تو میسازیم سیدنی کپک تو هستی به خاک سیاه نشستی سیدنی کپک تو هستی به خاک سیاه نشستی داریم میایم با داشت جواد داغونت کنیم دو دستی داریم میایم با داشت جواد داغونت کنیم دو دستی